خدمات مرزبانی ایالت کالیفرنیای آمریکا وظیفه‌دار خواهد شد که مهاجران غیر قانونی را از تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و چند کشور دیگر بعد بازداشت فوراً اخراج کند. وبسایت نیویورک پست روز 10 ایون با تکیه به سندی که مرزبانان آمریکایی بر روزنامه‌نگاران نشان دادند در این باره گزارش داد. منبع نوشت که مهاجران از گرجستان، مالدو، قرقیزستان، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان برای اخراج از آمریکا فوراً فرستاده می شوند. به مهاجران کشورهای دیگر اجازه داده می شود که تا صادر شدن قرار دادگاه در حدود ایالات متحده بمانند. مرزبانهای آمریکایی بر روزنامه‌نگاران گفتند مهاجران غیر قانونی از قاعده‌های نو هراس ندارند و تعداد آنها هنوز هم بسیار است. به گفته مرزبانانی که با نیویورک پست صحبت کردند، فرمان نو خیلی دیر صادر شد. پرزیدنت آمریکا جو بایدن در اول ماه ایون دادن پناهگاه را به مهاجران غیر قانونی که به واسطه مکزیک به ایالات متحده وارد می شوند سخت‌تر کرد. به گزارش رسانه‌ها در حال حاضر روزانه صدها مهاجر از مکزیک به آمریکا غیر قانونی وارد می شوند. بخشی از آنها از تاجیکستان و ازبکستان هستند.